در دولت میگویند تلفات نیروهای پلیس ملی 27% افزایش یافته است. بر اساس این آمار در یک رشته عملیات نظامی بیش از 40 مأمور پلیس ملی جانهای خود را از دست دادند. در این رشته عملیات که نیروهای پلیس ملی در سراسر کشور راه اندازی کرده بودند، نزدیک به 130 بم به کنار جاده‌ای را کشف و از بین بردند. علی طاهری گزارش می‌دهد. پلیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی افغانستان در هفته گذشته توانست 5 شبکه تروریستی را از ولایات مختلف کشور بازداشت بکنند. مقام ها در وزارت امور داخله هم میگویند که این شبکه های تروریستی در عملیات های مختلف دست داشتند. در یک هفته اخیر 5 شبکه تروریستی که سازمان دهندگان جاسازی و ساختار بم های کنار جاده بودند بازداشت شدند. دیگه یک شب رفتم تو در مهمانخانه، اما قاری غلام یزنی میشه. در مهمانخانه دیدیم که این بعضی وسایل داره همینطور. در همین حال 188 حمله تروریستی در هفته گذشته در سراسر کشور رخ داده که تلفات نیروهای پلیس ملی را در پی داشته است. در هفته گذشته 127 تن به اتهام فعالیت‌های تروریستی و فعالیت‌های تخریبی توسط پلیس ما